шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори сеюм. در اطراف نظریه مذکور حاضرین اندیشه های خویش را بیان نمودند. در نصف شب در موضع خشککدره پیدا شدن دو شخص که یکی قصد جان دیگری نموده بود خود دلیل ناپاکی کردار طرفین بود. و جز آنهایی که دل و نیتشان بد است که شبانگاه به تماشای چنین موضع میبراید. از احتمال دور نیست که قاتل در همین موضع آمدن سید را انتظار نشده باشد. هنگام از نظر گذرانی جای حادثه، اکسپرت طبی سعودی مولانوف ابراز نمود که مقتول طی 2-3 روز آخر ریشش را نتراشیده بوده است. در مد اول هرچند نتراشیدن ریش یک حادثه معمول در بین بعضی مردم باشد هم، ولی رفت واقعه های روی داده ما را وادار می سازد که محض به همین حادثه از دیگر کنج نظر افکنیم. بنده در همین عقیده‌ام که عموماً مقتول طی 2-3 شبانه روز آخر حیاتش امکانیتی ریش تراشی هم نداشته است. مدتی چند روزی در گل‌آباد بودن من با آدمانی کسب و کاری گوناگون صحبت داشتم و به خلاصه آمدم که برای قاچاقچی در اینجا یگان نمود اشیاء دیگر که در بازار سیاه به آن توجه ظاهر نمایند نیست. مادامی که چنین است، پس چه حاجت و واخوری های پنهانی؟ امروز من و لیتینانت گوریزوف با چوپان سمندری رحیم صحبت داشتیم و او نیز قید کرد که صدای تیر را در ساعت 2:25 شنیده است. برای درک نمودن چنین حالت ارخیمت هم بودن شرط نیست. فهمیدن لازم که چرا قاتل نیت ناپاک خویش را در دیگر وقت و دیگر جای عملی ننموده است، هرچند برای اجرای چنین نیت همیشه قاتل امکانیت می‌یابد. چون پیراهه‌های از ساحل آمو به طرف خشککدره می آمده، طی چندین سالها بهر برخی از هموطنان ما راهی حیات بود. قهرمان‌های ما نیز از موجودیت چنین راهی به نظارت خبر داشتند و آن را به مقصدهای ناپاک خویش استفاده بردنی شدند. خشککدره اصلاً موضع نهایت فراخ بوده است و از همین رو شادی لایق و سمندری رحیم هم یگان کس را در آن موضع ندیدند. سگ‌های چوپانی تا شنیدن صدای تیر خاموش بودند. از این به خلاصه آمدن ممکن است که سیاحان شبگرد به موضع جغرافی محل شناسند و از احتمال دور نیست که نه یک بار و 2 بار آن پیراهه‌ها را پس سر نمودند. در چنین پیراهه‌های کس ناگذر بردن باری وزنین از امکان بیرون است، ولی چند کیلوگرم بار را بردن دشواری ندارد، چون بفهمی که بار را نرخ است گران. چون این بار بجز مواد مخدر دیگر چیزی نیست. همگی 3-4 کیلوگرمی آن بودجه 1 ساله ناحیه را چون گل‌آباد برمی‌زند. برای انتقال دهندگان آن فرق ندارد که باری بودهشان باعث بدبختی هزاران هزار آدمان می‌گردد، چون که شعار آنها یک بود، هست و میماند: گور سوزد و دیگ جور شد. از احتمال دور نیست که مقتول کوریر باشد و مرگش در بالا تحریزی شده. گفتنیت که جنایت درخواستی است. بار اول سخن ساربان حامد را بریده پرسید: سردار شعبه کارهای داخلی. به فکرم همین خیل است. به هر حال تفتیشات همش را معین می کند. حمید جاوید اندیشه های خویش را ابراز نموده و صحبتی طولانی نقطه گذاشت. ساربان حامد هم در قطار دیگران بیرون برآمد و چون مثل دیگران نیتی به کلبه خویش رفتن نداشت. مدت چند در صحن حوله ملیسه راست ایستاده به آسمانی پرستاره نظر کرد و
سالهای گذشته، سالهای جوانی خویش را به یاد آورد. به یاد آورد که چطور همراه نجیب و جامع تا پاس از شب گذشتن در دهه بازی میکردند و هر کی در آسمان پرستاره ستاره خویش میجوست. تعجب آورش آن بود که هر سه هم ستاره‌های خویش را از پهلوی راست برج کهکشان انتخاب نموده بودند. دیروز نجیب از شهر زنگ زد و خبر داد که امتحان‌های داخلشوی را سپرده سزاوار نام دانشجو شد. ساربانی حامد افسوس بر آن خورد که در لحظه خرسندی برادر در پهلویش نبود. فردا به دهه می‌روم. در پایان گفتگوی تلفنی خبر داد نجیب و گوشک را به جایش ماند. از چی باشد که هیچ سیمای نجیب از پیش نظرش دور نمی‌شد و او شناسایی اولین خویش را با امیده در پهلوی راه قبرستان دهه پیش نظر آورد که از روی نجیب شده دختر چخیل او را به جایش شناندن خواست و بالای سوخته نمکاب از پدر نیز تنبیه گرفت. به عقیده امیده تا امروز در دیارشان چون نجیب حافظ گذشتگی نیست و آرزو او را به کنسرواتوار ملی برد. شیرین هم دیگر نسبت سمندر به تفاوت نبود. چون پدر و مادرش سخن خواستگاران نشکستند، شیرین به دلی چون چشم ساران مصفایش بحری سمندر جایگاه تیار کرد. هرچند او از سمندر کناره‌جویی میکرد ولی در قلب نازکش مهر او را میپرورید. اکنون او ریجه کاری سمندر را از یاد میدانست و در آن روزهایی که سمندر در کوه و کمر از قفای رمه بود، شیرین بحری بردن آب به سر چشمه تگ باغ سمندر میرفت و راز نهان دلی خویش با چشمه مصفا میگفت و از درگاه الله تعالی بحری خودش و سمندر بخت میخواست. چشمه را همیشه تازه و آزاده میکرد. گرد و اطراف و حتی پیراهی تا به لب چشمه میرفتگی را از هر وقت دیده رو به چینی زیادتر مینم. و آن روزهایی که سمندر در خانه بود او جامعه خویش چپه میپوشید چون که زنجیر شرم و حیا پایش را می داشت. در آن روزها او وظیفه خویش به مهین خواهرچه‌اش که در صنف 4 میخواند می سپرد. تا از سری رمه برگشتن سمندر باز 2 روز وقت بود و شیرین کوزه به دست گرفته سری چشمه رفت. خواست با چشمه در تنهایی راز دل خویش بیان سازد ولی از طرف مقابل به سویش محبت آمد. اصلا او و محبت دوگانه اند و طی 11 سال یکجا خواندند. این سال هر دو مکتب را ختم کردند و اکنون گاه در سری چشمه مکتب و همسینفان را یاد میکنند. شیرین کوزه را از زیر ناوردان بالا برداشته قامتش را راست نموده بود که در رو برویش سمندر را دید. خدایا، خودش چی گپ؟ از دل گذران دختر. سمندر از راه کلام به طرف آنها تاب میخورد. شیرین چیکار کردنش را نمیدانست. محبت احوال دوگانه‌اش را دیده قاه قاه میخندید. در چنین لحظه چی کار هم میکرد دختر؟ نهایت او پهلوی محبت راست شده سر به زیر افکند. او امکان داشت که رویش را به دیگر طرف گرداند ولی سخنان بیبیش را به یاد آورد که دائما تأکید میکرد مرد قبله زن است و اگر زنی پاک سمت قبله را نداند میتواند به طرف شوهرش نگریسته نماز گذارد. محض همین سخنان سبب شدند و شیرین به طرف قبله به همان سمت رویش را گرداند که سمندر می آمد تا نزد آفریدگار گناهگار نشود. و چون سمندر به آنها نزدیک شد شیرین 2 دست پیشی بر تعظیم نموده سر به زیر افکند. سمندر در یک نگاه رخساره های دختر را ارغوانی دیده بحری در خجالت نماندنی او سلام داده گذشته رفتنی شد. ها سمندرکا، خودش چی گپ؟ نخواد عروس به پیشوازت برآید تو کناره جویی کنی؟ این خیلی بد هم نیده. از گنجشک ترسی ارزن نکار. دیگر نداشتی دل چون کوه بزرگ هوس شیرینی ما چی کردی؟ سخنان محبت سمندر را از راه باز داشتند. در حقیقت حق به جانب محبت است. از دل گذران سمندر نخواد از چنین لحظه مناسب خود را بی‌نصیب نمایم. نهایت او خود را به دست گرفته مثل ناطقی که به منبر برآمده است چی گفتنش را نمیداند
2-3 بار گلو افشاند. شیرین ماه، التماس به بچه تقاعدتون کمی آب میدادید؟ با خنده گفت محبت. نه آب لازم نیست، من همین خیل پیش از اکنون گوشم به شما. این گپی دیگر. اصلا شیرین از شما کمی خفه شدگی. این خیل نگو محبت خان، من یگان گپ نگفتم. نهایت آواز روشن کرد شیرین. سمندر که باری اول آواز شیرین، آواز آنه که مهرش را مدت 2 ماه آخر در دل میپرورید شنیده، چی گفتنش را نمیدانست. چه خیل آواز فارم. نهایت خود را به دست گرفته گفت سمندر. آها خوش آمد میزنی ها؟ پاسخ داد محبت. نه من حقیقت را گفتم. خود را سفید کردنی شد سمندر. کی گفته است که دوغ من ترش است؟ پس نآمده گفت محبت. سمندر لحظه سر برداشته به طرف شیرین نگریست. دختر همانا سر به زیر افکنده بود و حتی نگاه سمندر را پی نبرد. این به جوانمرد امکان داد که به طوری باید و شاید عروس را از نزدیک ببیند. در نسبت نگاه اول رخساره‌های ارغوانی دختر باز هم لالگونتر گشته بودند. روی شیرین چون کلچه شیرمال نو از تنور گرفته را میماند. نوگی مویهایش از زانوانش پستر بوده، قدی چون صنوبر راستش را که اکنون از شرم و حیا سر به زیر افکنده بود در چشم خریدار باز هم زیباتر میکرد. خیر؟ چه خیل؟ آواز برآورد محبت که از نگاه خریدار سمندر به ذوق آمده بود. چه خیل؟ چی نه؟ کی چه خیل گو؟ یا روی دوگانه مرا دیدی و هوشت رفت؟ از کجا فهمیدی؟ از نگاهت. چه خیل نگاه کردم؟ چون ملیسا. نه نگاهی من تماما دیگر خیل بود. چه خیل دیگر؟ چون خریدار من به شیرین نگاه کردم. چون خریدار نگاه نکن و روزت بین. این خیل نگو محبت. گویان شیرین از دست دوگانش آرنج خش رها کردنی شد تا که هر چیز زودتر از محفل جا برود. ولی محبت هم دختر عنایی نبود. او از آرنج دوگانش طرز داشته بود که رها یافتن آسان نبود. چرا اینقدر زور میزنی؟ به تو خریدار نگاه دارد. شرم نمیداری که خریدار را تنها گذاشته میروی؟ گله آمیز به طرف دوگانش نگریسته گفت محبت. یگان کس آمده ماند چی میگوید؟ شکوه کرد شیرین. آمدن گیرد. تو الکی نامزد او هستی. به طرف سمندر اشاره کرده گفت محبت و علاوه کرد که از غروری بلند هم بخت میمیرد. شیرین سری اندیشه های خیش بود. او اصلا به بخت خیش ضامن شدنی هم نبود، ولی شرم و حیا را همیشه یراق هجوم خیش میدانست و چون دوگانه‌اش را سرگرم اندیشه های خیش دید، با یک زور زدن آرنج خیش از دست او رها کرده، کوزه را هم به گوشه فراموشی داده به طرف خانه‌شان دوید. محبت و سمندر بعد رفتن شیرین هم خیلی سری چشمه صحبت نمودند و شیرین همه این منظره را از پس آینه تیره‌شان نظاره نمود. رشکش آمد. خواست رفته محبت را که مثل پشه شلخین به سمندر چسبیده بود به جایش شیناند، ولی باز استحاله کرد، چون که شرم و حیا زنجیر پایش بود. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حادثه‌ای در گل‌آباد رخ داده توجهی نه تنها مقامات داخل دار بلکه تمام شهروندان منطقه را بیدار کرده بود. بسیاری از شهروندان به ملیسه زنگ زده درباره دیده و شنیدهشان خبر می‌دادند و به این وسیله قرض شهروندی خیش را اجرا می‌کردند. در ملیسه به هر یک خبر توجه ظاهر می‌کردند و آن را از روی منطق در چهارچوبه قانون راست کردنی می‌شدند و چون یکی از علامت‌های آن از دایره چهارچوبه بیرون می‌ماند، خبر به گوشه فراموشی می‌رفت. اصلاً ترتیب کاری تفتیشات نیز همین است. تفتیشات هم مثل زرشوی زری خالص می‌جوید و چون بفهمد که راه پیش گرفته‌اش تا به معبد نمیبرد، از آن راه برمیگردد. راه تفتیشات هم مثل راه مکتب و مسجد است. راه است که
راستی را میپسندد. عموما طی 2-3 روزی آخر ملیسا آنقدر خبر گرفت که پیشتر در دوام 1 ماه میگرفت. حامد جاوید شخصا خودش به سنجش خبرها نظارت میبرد و هر بیگاه از زیردستان نتیجه آن را طلب میکرد. اصلا خبرهای گرفته شده را به 2 گروه جدا کردن ممکن بود. به گروهی اول همه آن خبرهای داخل میشدند که شهروندان با نیتی صاف به کار ملیسا یاری دادن میخواستند. به گروهی دوم خوشبختانه چنین خبرها انگشت شمار بودند. آن خبرهایی بودند که برخی از گلابادی ها به آن منفعت دار بودند. به این خبرها ملیسا دقت بیشتری میداد و با احتیاط بود هنگام سنجش تا نام کسی را داغدار نسازد. اکثر این خبرها را شخصانی پهن می‌کردند که در غم جان خویش بودند، چون که دستشان تا آرین در گناه غرق بودند. دولت آنها را بخشیده بود، ولی ترس و هراس در دلشان باقی مانده بود، چون که زمانی از ناآرامی جمعیت استفاده برده به کارهای زشت دست زدند و همه روزه دلشان چون دل موشک میزد و خوف آن را داشتند که کسی از آن جبر دیدگان قصد جانشان نکند. بنابراین با واسطه تلفن خبر میدادند که فلانی و فلانی کلاشنیکوف دارد و ملیسا همه کار مانده از پی کلاشنیکوف میشد. هرچند خبرها هنوز بی نتیجه بودند، ولی ساربانی حامد اقدام گلابادی ها را پسندید، چون که مردم نسبت به حادثه های رخ داده بی تفاوت نبودند و حادثه رخ داده را چون درد خویش قبول کرده بودند. همین مهمترین نقطه در علاقه مردم با ملیسا بود. اولین پدیده‌ای که چون شعله در ظلمت و چون میک در اقیانوس پیدا شد، این نتیجه گرفتن تشخیص دیکتیلوسکوپی بود. محض نتیجه تشخیص دیکتیلوسکوپی از کدام نوع گره گرفتن را به تفتیشات هدایت نمود. در نیمه دوم روز 26 آگوست سمادوف به اتاق کاری گوریزوف زنگ زد. چون گوریزوف از پی اجرای سپارش رفته بود، ساربانی حامد گوشک را برداشته خود را معرفی کرد. رفیق کاپیتان، مژده دارم. بعد سلام علیک خبر داد سمادوف. گوشم به شما. بهتر میشد که شاگرد را میفرستادید و من آن را با اصلش برای شناسشویتان میفرستادم. از بس که شاگرد را برای سنجش خبر فرستادم، اگر زید نباشد من خودم. این چه خیل می شود؟ مادامی که مژده کرایی باشد بحث نمی کنم. انا تا آمدن شما چاینی را به ناقل‌های برق پیوست می کنم. تشویش نکشید، چون که ساعت پس ما باید نزد سردار درآییم. تا به پروکراتور آمدن پیاده 10 دقیقه و بازگشت باز 10 دقیقه، بین نیم ساعت 1 پیاله چای. من الکی ناقل‌ها را پیوست نمودم. رسا بعد 12 دقیقه ساربانی حامد به پیش بینای پروکراتور آمد. پروکراتور گلاباد اصلا از 2 اتاق کاری که بالای در یک تاش پروکورور و دیگرش مفتش نوشته شده بود عبارت بوده است. ساربانی حامد به بالای دری که بالش مفتش نوشته شده بود انگشت زد و چون جواب صاحب اتاق را شنید در را گشاد. سمادوف به استقبال مهمان برخاسته گرم واخوری کرد و او را به نشستن دعوت نمود. سپس از غلدان میز کاریش کاغذها را برآورده یکی از آنها را به دست کاپیتان ملیسا داده خود به نزد جوان کتاب‌ها رفته چاینک را گرفته از چایجوش برقی و آن آب ریخت. ساربانی حامد خلاصه تشخیص داکتیلوسکوپی را که از 2 ورقه عبارت بود تا آراستن روی میز مطالعه نموده کاغذها را بالای میز کاری مفتش گذاشت. خوش مژده چه خیل؟ ارزنده. اصلا خلاصه اکسپرتیز این یک بازیافت بزرگ است. بحث نمی کنم، هرچند بازیافت نادر است ولی این هنوز معنای گشاده شوی جنایت را ندارد. به هر حال ما اکنون از کدام کن بر رفت تفتیشات نظاره نمودن را می دانیم. به فکر شما راضی شدن نمی توانم. دلیل؟ ما تماشابین نیستیم که رفت واقعه ها را نظاره نماییم. ما بازیگریم و هر کدام در این میدان موقع خیش را داریم. اصلا تفتیشات مثل بازی شطرنج است و در این بازی شخص غالب می آید که از پی هجوم شده حمایه را به گوشه فراموشی ندهد. یعنی گفتنید که به امیدی هرچند این خیل هم گفتنی نبودم ولی بوته را محکم داشتن شرط است. براسی من به نقشی انگشتان مقتول باوری هم نداشتم.
به باوری هم نمی شود. گفتان حق، ولی من در آن عقیده بودم که اگر شخصیت مقتول را هم معین نماییم، تنها از روی نشانه های ظاهریش، خصوصا بنده نسبت به نشانه های مخصوص داشته مقتول باوری بیشتری داشتم. تدبیر به تقدیر خداوند نماند. گفتان جان دارد. ببین، ما به واسطه خبرنامه قریب به تمام جمهوری داد زده از نشانه مخصوص داشته مقتول خبر دادیم و حتی به گوشه خاطر هم نیاوردیم که نقش انگشتانش نتیجه میدهند. خود را مذمت نکنید، من همین خیر بحث کردم. نتیجه درستی از نظر گذرانی جای حادثه بود که در چنین یک مدتی کوتاه شخصیت مقتول معین کرده شد و باز چه خیل شخصیت. ساربان حامد لحظه سری واقعه های رخ داده به اندیشه رفت. در حقیقت سخنان صمد و جان داشتند. در لحظه اول همه گروه تفتیشاتی نسبت به نشانه مخصوصی مقتول دندانهای از متل زربوده او امید داشتند و شاید روزی همین نشانه هم از خود درک دهد. عجیب است خصلت آدمی. اگر بعضی ها از روی ضروریت دندان صنعی مانند، برخی از آنها از روی هوا و هوس و حسن خداداد باز حسن دیگر ضم کردنی می شوند. مقتول به کدام از این گروه ها داخل می شد او نمی داند، ولی از روی سن و سال و ایزی دندان های صنعی مقتول را به گروه دوم داخل کردن درست‌تر بود. سالیان زیادی که ساربان حامد در ملیسا کار میکرد، بزرگی علم را در پیشرفت مبارزه علیه جنایتکاری نه یک بار و دو بار باخورد. امروز نیز نقش دستی انگشتان مردی که جان خیش در موضع خشکک‌دره از دست داده بود، نام او را بهر تفتیشات معرفی نمود. علم هم شاید بیچاره می بود اگر ایزی دستان آدمی یک خیله می بودند. شاید آفریدگار سرنوشت انسان از ازل دانسته و نقش هر یکی در الهیدگی آفریده. ببین، نقش انگشتان تمام مردم سیاره یکی از دیگری فرق دارد که علم آن را به نفع خود مردم استفاده میبرد. نقش انگشتان تمام مردم سیاره خاراکتر ایندیویدوالی داشته. انسان به آن تغییرات داخل کردن نمیتواند و محض همین نقش از گهواره تا به گور آدمی را دنبالگیر است. عالم کریمینالی بارها به نقش انگشتان خیش تغییرات علاوه ها از قبیل سوختن نقش انگشتان داخل کردنی شدند، ولی به نتیجه. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. پایان گفتار سیوم، دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.